بعد اون صدا دیگه چیزی تکون نخورد. نه ترک، نه نفس، نه زمزمه. فقط سکوت مطلق. اما سکوتش بدتر بود، چون حس میکردم اون طرف دیوار ایستاده، خیلی نزدیک. نفسمو نگه داشتم، گوشمو چسبوندم به دیوار و همون لحظه فهمیدم اشتباه کردم. اون طرف دیوار یه نفر داشت نفس میکشید، نه مثل آدم یا حیوان. انگار چیزی داشت هوا رو نزده میکرد. بعد صدای کشیده شدن پوستش روی دیوار اومد، خیلی آهسته. انگار صورتشو داشت به دیوار میمالید. خواستم عقب برم ولی پاهم تکون نمیخورد. بعدشم از پشت دیوار صدایی شنیدم که هیچ وقت دوست ندارم بشنوم. بهم گفت دیگه دیوارا نازک شدن، دیگه میتونم صدای همه چی رو بشنوم، صدای قلب تو. آخرین جمله رو تقریبا انگار زیر گوشم گفت. اگه چراغا رو خاموش کنی میرم بیرون. درست همون موقع چراغ‌های اتاق شروع کردن به چشمک زدن.